سلام و زنده باد برابرکس. امیدوارم حالتون خیلی خیلی خوب باشه. امروز اومدم که خودم رو معرفی کنم براتون و یه کمی از خودم اطلاعات بدم و با یه گیم پلی عالی از کال آف دیوتی موبایل در خدمتتونم. البته همشون بات بودم و خاطر همون کمی کیلام زیاد شد. اسم من علیه و تازه کانال یوتیوبمو زدم و کانال یوتیوبم گذاشتم اسمش ایکسمن که تا حالا حتما دیدید. خب من تمام ادیتا رو تمام ایده ها رو خودم انجام میدم و سعی میکنم که بهترین محتوا رو براتون درست کنم و از شما خواستارم که کانال منو دنبال کنین، ویدیومو تماشا کنین و لایک و کامنت بذارید. تمام صداگذاری ها توسط خودم انجام میده و این گونه ویدیوها که میام روش دوبلی فارسی انجام میدیم و یه طور مسخره طور میشه از هاچ پانتا الگو برداری کردم. بازم تاکید میکنم الگو برداری، کپی برداری نکردم. خب خواستم این ویدیو هم دوباره باز اون حالت فانتو رو داشته باشه و چون ما خودمون ترکیم و میخوام با لهجه ترک انجام بدم و نیمه دوم فیلمو با لهجه فارسی و لهجه خاص ساده خودم حرف بزنم. پس بریم با لهجه ترکی. ادب باخ اینجا رو نگاه، یه هدشات نمیتونیم بزنیم به حالا. آهان مردش صدا تیر میاد. از اونجا صدا تیر میاد. ببینیم صدا چیه. یکی کشتن چیلدازده میکنیم. اونجا رو نجا نمیمیردیم ما رو. یه دونه از جای دور میزنیم با DLQ اصلا ما رو نمیبینه. خب بریم سراغشون و لوتاشون رو جمع کنیم. به یه صدا پا هم میبینیم. همهشون باتن. آهان اینم با یه شات میمیره. خب ساده است دیگه. اینا برای من چیزی نشه. من همهشونو میزنم میکشم. آره خب لوتاینم این چه هیچی نداره. یه آرتیکت داشت. بریم برای نفر بعدی. به اینجا چیزی نیست. بریم سراغ ماشین. بریم دراپ باکس رو باز کنیم و ببینیم. از اونجا یه آدم میبینه. من اینمیه نه بابا باتم الان یه هیدشات میزنیم میمیره بابا. اینا برای من چیزی نیست. از اون طرف هم صدا پا میاد، صدا تیر میاد. بریم ببینیم صدای چیه. آها وقتش که بریم بزنیمشون. آهان یکشون یه شات دو شات میزنیم ناکش میکنیم و میزنیم میافته. به عجب چیلی بود. آهان یکی دیگه زدیم به پاش نمیخوره. عجب سرتقیه. کمی هم ممنوع بازی میکنیم. از پشت زدم نمیخوره. یه آخانه میخوره. به چه تیچه بود. آهان چرا نمیبین. آهان مردش. لطفای اینم جمع کنیم. بازی هم صدای تیر میاد. ببینیم عجب صدای تیریه. آهان از اونجا یه نفر رد شد. بریم ببینیم کیه. میتونیم چیل دزدی کنیم یا خودش. به دو نفرن اینا. یه اینجا شات میزنیم دمیج میکنیم کیلشو میدزدیم خودش هم میدزدیم. عجب چیل دزدی میکنیم و میزنیم. به عجب تیرهای دارم. به خب از اینجا ویدیو به بعد میخوام با فارسی حرف بزنم و کمی مسخره طور باشه. خب میریم سراغ ماشین. که بریم سراغ دراپ باکس. سوار ماشین میشیم و قان میریم سمت دراپ باکس. آره دراپ باکسی. عجب دراپ باکسی. بریم سراغ دراپ باکس. ها یه صدا پایم هست اینجا. بذار دراپ باکس رو جمع کنم.
تیکت هم بردارم که متیک. حتما دوباره این یه بات سگه که میخواد بزنه. نمیدونم چرا برام بات سگا رو میزنه، با این که گرند مستر آیم و همشون دوباره نوبن. چون من بتل پلیرم نیستم، مولتی پلیرم و اومدم بتل چون خواستم کمی طولانی بشه که بتونم ویدیو درست کنم. خب اینجا هم باگ خورد، کلن رفت بات رفت عجیب. خب تیرای اسنایپر هم بر میداریم، فرک گرینید هم میخواستیم برداریم که نشد، بک فکمون پر بود نمیتونستیم روی دستمون هم بگیریم. خب اینجا صدای تیر میاد، دارن یارمون رو میکشن که باید یه یاری کوچولو بکنیم و شات شد. از اون طرف هم دارن ما رو میزنن، اینم ما اینجا شات میکنیم که نخورد، باید بریم تو زحمت بکشیم و بکشیمش. آها یه دونه هیپ فایر میزنیم و راحت میخوره. به به عجب چیزایی میزنیم ما. ببین من دیوایسم ضعیفه، متاسفم، بعضی ها هم باگ میخوره، لج داره. اینترنت هم خودتون میبینید 570-80 بزن. اینجا یه دونه کاراکتر خوب داشت، این چجور زده بود، این که اسکین باتلر اونو چجور زده بود نمیدونستم. خب این ما اینو زدیم، چیز میساشم برداشتیم، اونجا نمیذاش فرک گرینیدو بردارم ولی این دور میذاره هر چیزو بردار. یه امورم پر میکنیم، آرمورمون کم شده. خب میریم سراغ سقهای یارمون که اینا یونیت. خب یه نفر رو پیدا کردم، بریم سراغش. یه هدشات، عجب هدشاتی بود، خودم حال کردم. خب بریم سراغ این طرفی، انگار این طرف هم یه آدم هست. نه کسی نبود. از اون طرف صدای تیر میاد. خب هیچ کس نیست، یارمون بوده که یه نفر رو زده. از اون طرف داره یه آدم میاد، یه دونه شات و اسکوادشون از بین میبریم. از اون طرف هم یه آدم میاد، اونم 2 شات میکنیم. دوباره از این طرف صدای تیر میاد و اینم هد نشد متاسفانه. نمیدونم برای بقیه هد میشه بالا ما نمیشه. خب یارمون هم اونو زد، یه نفر مونده و اونم مال ماست، باید اونم ما بزنیم تا 20 بشه. تو رو خدا من باشم وگرنه اصحابم خورد میشه. 19 تا کیل دارم، لاغم 20 بشه. خب میریم این طرف. به طور من خورد، یه شات 2 شات، اونم هد شات شد و این ویدیو هم به پایان رسید. لطفاً کانال منو سابسکرایب کنید، ویدیومو لایک کنید و کامنت انگلیسی زیرش حتما بذارید. Goodbye, see you soon.